اینا کلیاته، شاید تو ریز جزئیات مشکل داری، تو کلیاتی که الان من دارم میبینم خیلی آنالیز بگم علی آنالیز خیلی بدیه، نه. در پروتئین خوبه، چربی احشایی نرماله که نیست 100، ما میتونیم این تو 70 هم بیاریم پایین با رژیم و ورزش، 100 مال تو، ولی تو نرمال اوور نیست. خب این از این، یعنی حتی مثلا لیپو کردی، لیپو رو سلولیت اثر داره دیگه، ولی مثلا چربی احشایی که من خیلی بالا نیست. الان اینجا توی دستا 2.5، ولی سلولیتات همه جا رفته بالا. 2.5 عضله داریم. آره 22 کیلو سطح ناحیه شکم، اینا عضلاته که دارم میگم. 7 تا 800 پای راست، 7 تا 800 پای چپ، اینا عضلاتته. میبینی تو ستون نرماله و بعضا مثلا تو پاها اوکیه. 1 کیلو 900، 1 کیلو 800 تو دستا سلولیت ماشاءالله داری. اینا سلولیت دیگه، چربی سلولیتی همه تو دستا. چون ببین نگاه کن اصلا نمودار عضله از نمودار چربی عقب‌تره، میبینی؟ نباید اینطوری باشه. چربی یعنی سلولیت زیاده. 14700 تو ناحیه شکم، همه سلولیت بازم. میبینی؟ اینجا نگاه. چون که چربی احشایی که اگه نمودارش اینجا عمود کنیم، این قسمت رو نگاه کن. خب تا اینجا میشه احشایی دیگه، این قسمت میشه با سلولیت. یعنی علیرغم اینکه لیپوماتیک کردی همچنان سلول داره اونجا ساخته میشه. پرخوری میکنی ساخته میشه. حالا ساخته میشه دیگه. بعد میتونه لیپو برگرده ها، اینجوری نیست که برنگرده. 4 کیلو هم تو پاها چربی داری که کلا از 3 کیلو به بالا سلولیته. درست شد؟ الان این کل داستانه. یعنی کل چربی که الان همه جا پخش داری همه سلولیته. چیکار بکنیم؟